من گلپروری ماهر نیستم لیکن به نهایت گل دوست می‌دارم و گلم کلان شدن قطعه‌شون مایده شد. فکر کردم کنم نکنم خواب میشه از زمستونه. گفتم توکلش به خدا میکنم برای که همین را سالی گذشته از زمستون شنونده بودم و تا اینجا میخوام که در کامنتاریو که روزی گذشته تا که ویدیو آخرانم در نوشته بودن اپا آخرا جواب دیم. سایدا تپلی تیاری به درد میون میگیری پروای دیگه از نکاداری که او کار میکنن تا حق او را میخری. اپا آخره مهربان شاید ایزنک نویسته بسیاری هم فکر کنن لیکن پلی به درد میون در یکم چون نیست میونی ما شکستگی بگیمم خطا نمیکنیم. روزی که ما به فبرلیک اومدگیم 1.5 سال ما در 1 سوتکا 3 ساعت خورفتگیم و کماندای کلان سوختگیم که امروز راحت شدی دستم. امروز کماندم در راه بیزنس نشان دادگیم اوره. در کماندای ما زیاده از 200 دیرکتری هست که سماسیاتینی اویلیکای خچا بونوس خچونه گرفتن و تا حاضر 5-6 هزار سومونی میگیرن. ما تماما در گروپشون نیستم. سماسیاتینی کار میکنن. اینا باشه ثمره عذابوی انامون شب‌های بیخوابی کشیدگیم. وقتی که دقیقاً بودم ویدیو میکردم روزی در روز ویدیو میکردم شب مونتاژ میکردم میپرتفتم میگفتن که ای بومر با امروز میبری در پیش شد خوروی در پیش شد که خونه میری انم خدا بالات زن میگیره. برای همیقه یکم لوزی آدم فهمیده نمیشه. باور کنین اما اپا و خاری که شما در می سوهای بیزنسی فبرلیک موفق شدگی نیستین. خیلی یک بار بیستین فکر کنین سیروی شما را کی گرفتگیه؟ سایده گرفتگیه یا نستاونیکتون گرفتگیه یا یگم کسی دیگه گرفتگیه؟ چون من نستاونیک ما در بیزنسم گذشته رفتگیم چون نستاونیک ما در یگم کماندای من نیست. میدونین برای چی؟ برای که فبرلیک سیستم سوختگیه که هیچ که حق هیچ کار خورده نمیتونه و هیچ که ایرو یا کسی دیگه پول کار کرده نمیتونه. اینجا ایروی آدمی آوردگیت پول کار نمیکنی. وقتی که تو آدم راه بیزنس میآموزونی و آدم موفق میشه و دیرکتور میشه و بعد وزنگرجداد یعنی که مکافات پولی از طرف کمپانی اینم نامعلوم که چانس می کمپانی خودش جدا نگیره تیاتونه. بسیاری زنهایی که موفق شدگی نیستین شما از لهجه گوزنیتون از لهجه کامنتاری نویسندگیتون شما یگم چرا اویدی بیزنس نمیدونین. شما فکر کردین که فبرلیک میدروین پروسه برایتون زکاز میکنین 50 بال میکنین اویلیک میگیرین لیکن در اصل ایخ نیست. ماش مویا بیر از خود بی ولاژینیا بی عذاب میتونم راه بیزنس نشون دیم با شرطی که شما زنهای با صبر و با مقصد باشین سر و سیما نباشین. من نمیگم شما در یک کاتالوگ دیرکتور میشین یا اینکه بیاین ما در تگ شما 20 آدم رجیستراسیون کنم ما در نو کدوم دیگه برآورده نه آدمتون وعده میکنم نه تیلو نه خونه نه ماشین. ما برای شما وعده میکنم که ای 6 ماه تا 1 سال پیش تو مقصد گذارین تیار باشین بیاین ما شما را بیر از خود راه پول کار کنین نشون داده میتونم. و در آخر گفتنیم که پلی به درد میون در یگم جو نیست. تا میگن جو نکنی جو نکنی